در نتیجه گذرانیدن کارهای سنجشی در دایره عملیات شردی کرد از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت یک نفر سرچشمه یعنی پنکننده پردمیت‌های به صفت سلاح سرد استفاده شونده معین کرده شد. ضمن سنجش در بازار کاروان واقع در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه آشکار کرده شد که صاحبکار انفرادی چلایف ظفر پیر محمدویچ سال تولدش 1978 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه فردوسی به فروش پردمیت‌های خلنده و برنده مشغول می باشد. ضمن از نظرگذرانی از فروشگاه مذکور مقدار زیاد کارت‌های گوناگون تمغه که به صفت سلاح سرد استفاده می‌شوند دریافت و مصادره کرده شدند. با نظرداشت دولت مذکور نسبت شهروند چلایف ظفر پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده از جانب سود نوحه فردوسی حبس مأموری به مدت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه فرخار با عریضه مرد 30 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که شب 14 به 15 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 01:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از زمین‌های خوجگی دیقونیش واقع در جماعت دهات در قد امین نویه یک سر چاروای کلون شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن نوحه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. صحنه 17 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 23:30 دقیقه راننده اتومبیل تمغه وز 21015 رقم قید ترانزیتیش A2539HO01 شهروند ارگشو باباجان سال تولدش 1997 استقامت کننده شهر دوشنبه هنگام حرکت در کوچه جامی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده یک نفر مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه را با قسمت پیش اتومبیلش زده از پای می افتاند که نامبرده با برداشتن جراحات جسمانی در بیمارخانه بستری می باشد. بعد از صدمه راننده مذکور با مقصد از جوابگری پنهان شدن از جای حادثه فرار می کند. در نتیجه گذراندن یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا راننده اتومبیل مذکور شهروند ارگشو باباجان دستگیر کرده شد. وابسته به حالت مذکور عین زمان موادهای لازمی ترتیب داده شده مورد سنجش قرار دارند. 20 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 03:20 دقیقه راننده اتومبیل تمغه دیوتیکو وایسوف انور سال تولدش 1992 ساکن شهر ترسونزاده در حالت مستی قرار داشته هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد کوچه 15 سالگی استقلالیت شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به منفرش نیم تیار در یک قسمت راه اتومبیلگرد ریخته شده برخورده است. در نتیجه خود راننده وایسوف و مسافرانش وایسوف حمزه سال تولدش 1988 رجب و نصیبه نظرونا سال تولدش 1990 و عزیز و مدینه نظرونا سال تولدش 1991 ساکنان شهر مذکور جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. در بیمارخانه عزیز و مدینه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.